ببینید فرد برای به دست آوردن یه چیزی، یه جایگاهی یا یک خواسته‌ای به هر کاری دست نمیزنه. ببینید عزت نفس خودش رو حفظ میکنه. این افراد جهان بزرگی دارن، وسعت تفکر بزرگی دارن که به خاطر رسیدن به یک خواسته و یا نیازی و یا جایگاهی به هر کاری دست نمیزنن، عزت نفس خودشون رو از بین نمیبرن. این افراد بزرگی هستند. از رفتار فرد مشخصه. مخصوصا تو محیط‌های کار شما احتمالاً دیدید که افرادی هستن برای یه منصب و یه جایگاه کوچیک به هر کاری دست میزنن. دیگه خودمون میدونیم، دیدیم تو محیط‌های کار که فرد چه کارهایی میکنه، از چاپلوسی بگیر تا خبر چینی بگیر، به خاطر یه جایگاه و یا به خاطر یک مثلا مبلغی. آدم بزرگ این کارا رو نمیکنه، عزت نفس داره، به خاطر رسیدن به یک خواسته، به خاطر یک نیاز، به خاطر یک جایگاه به هر کاری دست نمیزنه. روی اصولی که برای خودش ساخته پا نمیذاره، عزت نفس خودش رو از بین نمیبره.